حالا میخواهم نظری خود را یا اینکه فکری خودم را نسبت پیکت یا اینکه تظاهرات یا گردی همایی ابراز نمایم. البته گردی همایی یا اینکه تظاهرات و پیکت های اعتراضی یا اینکه تأییدی وجود دارد که هدف از اونها نشان دادن موقع، رساندن نظر خود نسبت قرار یا اینکه نسبت موقع های سیاسی که گرفته می شود می باشد. البته این گردی همایی یا اینکه پیکت ها در کشورهای دموکراتی، در کشورهایی که در اونجا به حقوق شهروندان، به حقوق انسان قدر گذاشته می شود، بسیار زود یا اینکه بسیار دیده می شود و مردم می توانند که موقع خودشون، نظری خودشون در نسبت موقع سیاسی یا اینکه قرار کدام قانون‌هایی که در اون کشور گرفته می شود نشان بدهند، تایید کنند یا اینکه اعتراض کنند. اما در کشورهایی که اونها دیکتاتوری هستند و برای انسان و نظر انسان هیچ ارزش قائل نیستند، البته در اونجا کم دیده می شود یا اینکه تماما دیده نمی شود. اگر دیده شود هم باز با راه خشونت، با راه زوراوری مردم پراکنده کرده می شوند، مردم را گرفتار می کنند. و فکر نمی کنم که در پیکت یا اینکه گردی همایی هایی که برای این هدف گرفته می شوند تعداد زیادی از مردم اشتراک اونها ضرورت داشته باشد، چون در اینجا نمایندگی از مردم یک گروه فعال موقع خود را، موقع مردم را، موقع شهروندهای خودشون نشان میدهند و نظری اونها را میرسونند. کفایه میکند که یک تعداد کمی هم باشد با اون بسنده باشد. و میاییم به این که در روز 24 همین ماه، 24 نوامبر سال 2015 چنین یک پیکت یا اینکه تظاهرات و گردی همایی در در 3 شهری از کشورهای مهم دنیا به نمایش گذاشته شد. البته در شهر استانبول ترکیه، در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان و در شهر وینا در پایتخت استریا و در شهر بون پایتخت آلمان که یک گروه از شهروندان تاجیکستان جمع آمدند و موقع خود را، نظری خودشون در نسبت اون چیزی که در تاجیکستان میگذرد به نمایش گذاشتند. واقعا هم در تاجیکستان باید یادآور بشویم که یک ظلم گذشته ایستاده است، که یک ظلم دیده می شود که سابقه ندارد. در تاجیکستان یک گونه ظلم پیش گرفته شده است نسبت یک شریکان سیاسی خود که حکومت این وقت و البته با رهبری خودی به واسطه رئیس جمهوری کشور یک ظلم پیش گرفته شده است که تا امروز سابقه نداشت. هنگامی که یک شریک استراتژی خود را
برای بقای در قدرت با تهمت، با بهتان، خب میخواهی که از سیاست کنار بگذاری و یک عده از فعالان اون گروه را، از مقامات بلندپایه و اعضایان اون را وقتی که گرفتار میکنید به این که کدام جرم و جنایتی داشته باشد، تنها به اتهام در یک حادثه‌ای که حالا انگیزه او یا اینکه به وقوع پیوستن او اثبات خود را نیافته است، واقعا هم این ظلمی هست که سابقه نداشته است، همان گونه که یادآور شدیم. و نمایشگرها و کسانی که در این پیکت اشتراک کردند واقعا هم توانستند که آن چیزی که در تاجیکستان میگذرد را به نمایش بگذارند. البته این کاری که در تاجیکستان گرفته شده است و این سیاستی که و این ظلمی که راه اندازی شده است و دارد که ادامه میدهد، این البته در مد اول برای خود کشور تاجیکستان و برای در رأس آن برای ملت تاجیکستان خسارات یا اینکه ضربه بسیار سنگین را وارد کرده است و میکند. علاوه بر آن که در وقتی به وقوع پیوستن چنین پیکت ها یا اینکه نمایش های اعتراضی یا تأییدی از مقامات گوناگون باید نه شرط نیست که باید باشد، اما اشتراک کنند و فکر خود را نسبت تأیید آن یا اینکه اشتباه اون بیان کنند، هنگامی که در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان نزدیکان و شخصانی که با این سیاست و این نوع ظلم مخالف هستند موقع خود را، نظر خود را به نمایش گذاشتند، کنسولگری تاجیکستان کدام عکس العمل یا اینکه کدام فکر یا اینکه نظری را در نسبت این نه اینکه تقدیم کرد بلکه درهای خود را هم بست و اون روز هم که روزی پرچم ملی تاجیکستان بود، خب دیگر در این موضوع چیزی هم ابراز نکرد. البته تأثیر این گونه نمایش ها چی هست؟ واقعا هم تأثیر اینها در کشورهایی که اونها مردم سالار هستند، واقعا هم دموکراتی هستند، خیلی برای رشد همه‌جانبه اون کشور کمک میکنند، چون که تظاهرگران یا اینکه نمایشگران هرگز برای خراب کردن یا اینکه برای ویران کردن یا اینکه برای بازوری خب کدام فکری خود را یا که نظری خود را تحمیل کردن جمع نمیشوند، بلکه اونها خب نماینده های خود را در صورت پارلمان که هستند یا اینکه جهت هایی را که اونها این تصمیم و قرارها را گرفتن آگاه میکنند که اون چیزی که گرفته شده است و اون سیاستی که پیش گرفته شده است برای کشور، برای ملت و برای مردم سازگار نیست. تنها این را میفهمونند. اما البته کشورهایی که اونها دموکراتی نیستند، رأی مردم در اونها ارزش ندارد، واقعا اونها خوف زیاد دارند، چون که تأثیر چنین گردی همایی ها خیلی هم برای مردم و برای ملت یک ابزار خیلی خوبه هست. بنابراین با هر راهی که میتوانند پیشگیری او را میکنند. اگر در داخل خود کشور باشد البته با زور و با قوه و با اینها من میکنند، و آن چیزی که در خارج کشور یک عده از فعالان وقتی که موقع خود را و نظر خود را میخواهند که ابراز بدارند، اون را توسط وسایلی که مردم از او بخواهند استفاده برند پیشگیری اونها را میکنند، همون گونه که در همان روز با خب قرینه ها یا اینکه با دلیل های زیاده که در جمهوری تاجیکستان تقریبا
خب شبکه‌های اجتماعی از فعالیت مونده بودن. حتی بعدی اون هم خب این که یک قراری قبلا گرفته شده بود برای تأیید خب موقعی دیکتاتوری خب سیاستی تاجیکستان، باز یک قراری هم در نسبت حقوق دادن یا اینکه صلاحیت دادن کمیته امنیتی کشور برای بند کردن شبکه‌های اجتماعی در موردهایی که خب اونها میبینن که لازم است که ببندن. اینها همش یک راه‌ها و یک وسیله‌هایی هستند برای پیشگیری کردن از تأثیراتی چنین پیکت‌ها یا اینکه از مانع شدن برای تأثیری یعنی موقع گردی هم آمدگان یا اینکه کسانی که اونها تظاهرات دارن و میخوان که موقع خودشون را نشان بدهند. اما این راه حل نیست. اینها راه حل شده نمیتوانند، چون که خب امروز اگر خب با تعداد کمی موقع خود را یا اینکه نظر خود را جمع آمدن و نشان دادن، این آغاز کار است و در آینده این روندی که در کشور ما در تاجیکستان خب رفته ایستاده است و این ظلمی که خب در نسبت شهروندهای تاجیکستان به علت منسوب بدنشون به یگان حزب سیاسی و یا اینکه دست داشتنشون در خب یا که کامیابی اونها در ساحه اقتصاد و تجارت یا اینکه پیشگیری از روزنامه‌نگارهای واقعی که اونها میخواهند که واقعا هم از درد و از علم و از مشکلات جامعه ابراز نظر کنن و پیشنهاد کنن از طرف سیاستمدارها یا کسانی که اونها به امور اجتماعی به امور سیاسی سر کار دارند تا اینکه یک دوای درستی در اونجا گذاشته شود، پیشگیری کردن از چنین روزنامه‌نگارها خب یا اینکه پیشگیری کردن از شخصان حقوقی ادوکات‌ها یکی میخواهند در نسبت یک قضیه موقعی عادلانه بگیرن و پیشگیری و محکم کردن اونها خب یا اینکه توسط یک گروهی که منسوب به حاکمیت یا اینکه به رئیس جمهور هستند و آنها در امور تجاری و اقتصادی و در همه کارهای مردم دست میزنند، بازارها را میگیرند، خب موقعهای مهمی را که برای خب سرمایه گذاشتن هست اونها را در زیر کنترل خود می‌دارند. خب اینها آغازی اون چیزی هست که از این خب درد و از این علم و از این خب ظلم و از این ناعدالتی ها آغاز شده است که ابراز میکنند و البته این را ما نمیتوانیم که این را بگیم که یک چیزی خرد است یا یک تجمع یا که یک پیکتی نوچیزی باشد، زیرا اینکه این ابتدای کار است، آغازی کار است و در آینده هم میتواند که این خب جایگاه و موقع کلانی را کسب بکند، زیرا علم دیدگان و کسانی که مظلوم قرار گرفتند خیلی زیاده هستند که با برکنار شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سیاست اونها احساس کردند که این ظلم ادامه دارد و به صورت بیشتر و به صورت بسیار هم خشن‌تر و به صورت بسیار هم بدتر جریان دارد در تاجیکستان. بنابراین آنها خب در چنین تجمعها، در چنین گردی همایی‌ها یا اینکه پیکت‌ها از موقع خودشون، از نظر خودشون، از خب طرفداری خودشون و اعتراض خودشون از چنین یک روند ظالمانه اونها با هر راه و وسیله‌ای که نباشد اشتراک میکنن و میرسونن و در عرفیت هم میگویند که لا تحقرن شیئا صغیرا محتقر فربما اصالت الدم الابر. البته یک کار هر چقدر خرد ناچیز هم باشد اون را تحقیر مشمار، چون که خیلی موقع های زیادی هست که سوزن هم میتواند که خون را جاری بکند و البته خون گرمی مردمی
با عار و ناموس تاجیکستان از سیاستمدارها و این چنین آزار و علم سرمایه‌دارانی که آنها سرمایه‌دارانی موفق بودند، صاحبکارانی موفق بودند، روزنامه‌نگارها و شخصانی حقوقی که امروز از آزادی و از حقوق خود برکنار هستند، اینها در واقع آینده یک چیزی مهمی هستند که میتوانند که مجرای این ظلم را تغییر بدهند و تاجیکستان را واقعا هم یک کشوری دموکراتی آزاد که در او همه طبقه ها، همه گروه های از مردم بتوانند، دیندارها به خاطر ریش و به خاطر خواب پایبندی به عقیدهشون تحقیر نشوند، تاجرها بالای ثروت خودشون، سرمایه خودشون اطمینان کامل داشته باشند، روزنامه‌نگارها، واقعه‌نگارها و هر شخص خواه اونها اقلیت هستند در کشور بتوانند که اونها آزادانه زندگی کنند، از باد و هوا، از غذا و از فضای تاجیکستان استفاده ببرند. ان شاء الله که این روز رسیدنی هست و تاجیکستان با چنین یک سیاستی مردم سالاری میتواند که موقع خود را و مردم خود را و ملت شریف تاجیک را در عرصه جهانی حفظ کند و ارمانهای آنها را برآورده کند.